تصور کن یک روز صبح بیدار میشوی و دیگر هیچ زنبوری وجود ندارد. نه در باغ، نه در کوه، نه در هیچ جای دنیا. به نظر ساده میرسد؟ این آغاز پایان تمدن بشری است. هفته اول هنوز کسی متوجه نمی شود، اما گیاهان می دانند. 75% از تمام گیاهان گلدار دنیا برای تولید مثل به زنبورها نیاز دارند. بادام، سیب، هندوانه، پیاز، کدو، همه‌شان بدون زنبور بار نمی دهند. 3 ماه بعد قفسه های سوپرمارکت ها نیمه خالی می شوند. 1/3 تمام غذایی که انسان ها می خورند مستقیما به گرد افشانی زنبورها وابست. بیشتر میوه ها و سبزیجات ناپدید. قیمت غذا آنقدر بالا می رود که فقط ثروتمندان می توانند بخورند. 6 ماه بعد زنجیره غذایی شروع به فروپاشی می کند. بدون زنبور عروفه گاوها کم می شود. پس گوشت و لبنیات هم کمیاب می شوند. پرندگان که از گیاهان تغذیه می کردند غذا پیدا نمی کنند. حیواناتی که از پرندگان می خوردند گرسنه می مانند. کل اکوسیستم مثل یک برج ورقبازی آرام آرام فرو می رسد. سال دوم قحطی جهانی شروع می شود. دانشمندان تخمین می‌زنند که انقراض زنبورها می‌تواند تا 90% از تولید غذای جهان را نابود کند. جنگ‌های منابع آغاز می‌شوند. جمعیت انسانی که امروز 8 میلیارد است، ممکن است در عرض چند دهه به چند صد میلیون کاهش یابد. این یک فیلم علمی تخیلی نیست. جمعیت زنبورها در دنیا در 30 سال گذشته بیش از 30% کاهش یافته. آفتکش‌ها از دست دادن زیستگاه، تغییرات آب و هوایی و بیماری‌ها دارند آنها را می‌کشند. آلبرت اینشتین گفته بود: اگر زنبورها از روی زمین ناپدید شوند، بشر بیشتر از 4 سال زنده نمی‌ماند. زنبور کوچکترین موجودی است که بیشترین تأثیر را بر بقای ما دارد. دفعه بعدی که یک زنبور دیدی، نترس، تشکر کن.